خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است. و خداوند گفت انسان را که آفریده‌ام از روی زمین محو سازم، انسان، بهایم، حشرات و پرندگان هوا را، چون متأسف شدم از ساختن ایشان. پدر، اگه میدونستم شما میخوایی مرا در چه کاری بیاندازی، مطمئناً هرگز قبول نمیکردم. این کشتی به چه اندازه‌ای باید باشه؟ 300 ذراع طول، 50 ذراع عرض و 30 ذراع ارتفاع. نوح، سلام بر شما نوح. فسان برای سالهاست که جوی آبی میکنه تا باغ انگور خشک شده‌اش رو آبیاری کنه. اصلا نمیخوام به شما شک کنم پدر، ولی باران از کجا؟ آب از آسمان پسرم، از آسمان فرو میریزد بر روی زمین و از چشمه های زیر زمین خواهد جوشید. چرا هیچ کس دیگری کشتی نمیسازه؟ البته کار زیادیه، ولی برای احتیاط یکی دیگه میساختیم ما. اینها به غیر از افکار شهوانی خود نمیتونن به چیز دیگری توجه داشته باشن. خب از زمانی که کار برای کشتی رو آغاز کردیم وقتی برای بتالت نداشتیم. تو این کشتی چوبی میشه اجاق برقرار کرد؟ آتش ممکن است خطرناک باشد. پس ما با حیوانات علف خواهیم خورد. با آبی که پدر پیش بینی میکنه برامون، فکر نمی کنم آتیش بتونه مشکلی به بار بیاره. خب کافیه، برگردید سر کار. دلتنگم برای خنوخ. همه مردم کل داستانو میدونن. خنوخ چنان درباره دنیا صحبت میکرد گویی که دنیا زنده است. گفته شده که او تمام روز را صرف نگاه کردن به گلها میکرد و درباره رنگ آنها میگفت که با چه ظرافتی همه آنها ساخته شدند. او میگفت خداوند هیچ چیز را به شکل دیگری نیافریده است، حتی برگ‌ها، ابرها تا حیوانات و انسان‌ها هر یک به صورت خاصی آفریده شدند و هر کدام با مفهومی خاص برای خدا. نوح، من میدونم چرا خدا از تو خوشنوده. تو مرد رئوفی هستی، حتی به گلهای ریز هم توجه داری.
الفیا، تو قسمتی از منی. تو نباید چنین سخن بگویی، چون ممکنه با نفس در قلبم وارد شود و پایانی باشند برای خودخواهی من. تو مرد کامل و شوهر عزیزم هستی. فقط زنی که شوهرشو دوست داره قادر است اشتباهات او را بپوشاند و باعث شود که او مرد بهتری شود تا تعریف بیشتری شنود. میدونی نوح چی منو اذیت میکنه؟ نه همسرم، برایم بگو. چطور به اینجا رسیدی؟ افکار انسان ها شریر هستند، همیشه خشونت دارند و شهوت هرگز چشمان آنها رو ترک نمی کند. من برای پسرانم نگرانم. حمله ها بیشتر شده اند، مخصوصا در شب. آنها نگران همسرانشان هستند. ای کاش طوفان به خاطر منم که شده آغاز می شد. خداوند به همه مخلوقاتش فرصتی می دهد. بعضی اوقات به این فکر می کنم چی می شد مردم تو رو باور می کردن و توبه می کردن. من حتی فکر پشت سر گذاشتن آنها را نمی کنم، اما خدا قلب انسانها را می بیند. کلام او دقیقاً این بود: با تو ای نوح من عهدی می بندم، تو وارد کشتی خواهی شد و همسرت و پسرانت و همسران آنها. این تنها کشتیه، این درسته؟ بله، این تنها کشتی است. متوشاله چی میشه؟ لمک پدر تو چی؟ پدر و متوشالله مسن شده اند. باید صبر کنیم و ببینیم چه می شود. برای خودمان میترسم. خدا ما را هدایت می کند. آنچه او می گوید را باید انجام دهیم. نوح ای مرد صادق، به راستی عجیبه، همون چیزی که لازم داشتیم، یک کشتی بزرگ تو حیاتمون. دور از آب خیلی عجیب غریبه برامون. دوست من، بعضی اوقات در وقت بدی میایی. نه مطمئناً قصد من بی احترامی نیست، ولی به خودت رحم کن. مرد که مصدوم شو. اوه مرد که خشن، بهتره که تو مواظب حرف زدنت باشی. خاموش، کافیه دیگه. تمومش کنید، فقط یه شوخی بود. دست بردار بنتای، تمومش کنید، نباید او رو عصبانی کنیم. حالا ممکنه نیمه شب برگرده و هممونو بکشه، واسه سرگرمی بکشه. متاسفم بینتای، پسران من خیلی خسته‌اند. من باید گلوتو پاره میکردم و قلب تو از تو سینت بیرون میکشیدم. سعی تو بکن مست احمق. ای سگ ترسو،
کافیه. اگه جلوی ما گرفته نمیشد زندگی نحست به پایان رسیده بود. کافیه دیگه. فسان، دوستات مردا رو ببر. امشب شما رو میبینم. بله ولی بیا بریم فسام. صبر کن. فسام در کجا فاحشه‌ها منتظر ما هستن؟ نو راجب من فکر بد نکن. اثر شرابه. میدونم فسان. پس حالا قصد داری این کشتی رو با حیوانات پر کنی؟ این طرح خداست. و حالا چند نفر آدم توی این کشتی بزرگ جمع خواهی کرد؟ تا حالا فقط همسرم، 3 تا پسرم و امیدوارم 3 عروسهایم. پس من عرضی دارم نوح. اگر اجازه بدی میخوام باعث نزدیکی پسر تو و دختر خودم باشم. میتونم امیدوار باشم؟ تو دختر خوبی داری فسان و بس این جای خوشحالی است که در این سفر همراه ما باشد. خب من قبلا راجع به این دیوونه بازی ها با او صحبت کردم. او هم با ازدواج پسرت موافقه. البته او مطیع خواسته های پدرشه. یک چنین دختری را برای پسرم میخواهم. به من بگو نوح. چی؟ اگر توبه کنم جایی تو این کشتی دارم یا مانند دیگر شریران از بیرون به کشتی میکوبم؟ بیا نزدم. توبه کن. توبه؟ منو توبه؟ واسه چی؟ فسام، تو دوست منی و از ترک کردن تو غمگین میشم. توبه چیزیست که بین تو و خدای تو اتفاق میفته. ولی من معنای این را نمیفهمم. فسام، ما در دورانه سخت و پرشرارت به سر میبریم. هر کس چیزی که به نظرش درسته رو انجام میده و به دیگران اهمیت نمیدهد. چند روز پیش که در بازار بودم یک گروه از پسرانی دیدم که دور هم جمع شده بودند. ایستادم تا ببینم چه کار میکنند. صحنه خیلی وحشتناکی دیدم. آنها پاهای موشهای کوچک را بریده بودند و از رنج آنها لذت می بردند و می خندیدند. آره میدونم. اینا تفریح‌های بی‌ضرر هستن. کارهای آدم بزرگا خطرناکه. اما بینتای و نگهبان من از حیواناتم نگهداری میکنن.
من با چشمای خودم دیدم که چشمای آدم ها رو در میارن و اونها سرگردون و حیرون به این سو و اون سو میخوردن و یا اونها توی چاله میافتادن واسه تفریحشون. راه حل چیست فسان؟ به قول تو طوفانی میاد و همه این فسادها رو پاک میکنه. دقیقاً. میخوام دیگه شکایت نکنه تیامت. برگرد سر کارت. قرار بر اینه که ما با این حیوانای بدبو یک جا باشیم؟ کی غذاشون میده؟ هام میگوید کار ما باعث خنده همه دنیا شده. برگرد، شوهرت هام کجاست؟ و چه احتیاجی به چادر داریم؟ ممکنه ما نریم. هام درباره نقشه‌اش با نو صحبت کرده؟ مطمئنا نو مطلع خواهد شد. به زودی ثروتمند خواهیم شد. هام و فسان میخوان راجع به ساختن کشتی حرف بزنن. چرا کشتی ساخته میشه و این کار برای چیه؟ هام میگوید که مردم از سراسر دنیا میآیند. خانم جوان، طرز رفتار شما رو نمیپسندم. من شرمنده‌ام که پدرم این گونه خودش را حقیر کرده. حقیر؟ فکر میکنی با شوهر من کار کردن باعث تحقیره؟ فقط حسادت میکنی چون یافت نتونست از این موقعیت بهره برداری کنه. یافت مهربان و آرامه. ارزان فروشی نمیکنه توی شراب آب بریزه تا مزه سرکه بده. آیا میگویی پدر تو دزد است؟ بله، همینطور شوهر شما. هم دزد نیست. چی کار کردی؟ تو بیجا کردی. به کسی که به زمین افتاده نمیتونه به جنگ سیلی زدی. ببین با صورتش چی کار کردی؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ نشنیدی چی درباره شوهرم گفت؟ اجازه نمیدم کسی حرف ریزش درباره شوهرم بزنه. نه خیر. اون به یاد دروغاش خواهد افتاد وقتی که به صورت خراش خوردش نگاه میکنه. نوح در تمام طول راه زندگیش راسخ است. او با خداوند قدم میزند و کارها رو به پیشرفت است و خداوند به نوح میگوید که شرارت انسان در زمین بی نهایت شده و از این که بشر را خلق کرده متاسف و غمگین می باشد. پس خدا به نوح میگوید این کشتی را که شما میبینید و پشت سر من هست را بسازد. خداوند به نوح گفت طوفانی خواهد فرستاد که همه کثیفی ها را بر روی زمین بشوید و همه چیز را پاک کند. حدود 100 سال قبل نوح برای ساختن کشتی شروع به بریدن درختان کرد. 10 سال طول کشید تا این کشتی عظیم الجثه ساخته شد. و حالا کی میشماره؟ چه موقع نوح شروع به هدف رکانه به دریا رو میکنه. خب بیایید سوار الاغمان بشویم و سفرمان را ادامه دهیم. پدر عقلشو از دست داده. او با خدا صحبت میکند. شایدم با خودشه. چرا همیشه تو اینقدر بد بینی؟ واقعا؟ مگر در ساختن کشتی کمک نکردم؟ تو هم از منافع آن برخوردار میشی. این درست نیست هام. داری چی کار میکنی؟ پس بگذاریم که حاصل زحمتامون رو فسامو به انتها به یغما ببرن؟ این سودخواهی ترک کردن و واسه تو سخت‌تر خواهد کرد. به اطراف نگاه کن سام. ما به زودی از اینجا نخواهیم رفت.
صورت کای چگونه شفا میابه؟ بهتر میشه، ولی احساساتش هنوز جریه دار شده. چرا تیامت برای عذرخواهی نیومده؟ میگی تقصیر اون نیست؟ گفت همسر تو حرفهای خیلی بدی درباره من گفته. اونا حقیقت دارند؟ بین من و تو در کارهای سیاحتی دخالت نمی کنم. به عهده بنتای میگذارم. شاید او تقلب کنه. ممکنه تقلب کنه. امتحانشو میکنم. نه، تو رو آروم میکنه، استراب و ازت میگیره. خدا فرمود که صبور خواهد بود تا هر کسی فرصت توبه را داشته باشد. ایمان تو داری از دست میدی؟ ایمان نداشتن؟ من کشتی را ساختم همانطور که خداوند به من فرمان داده بود. ایمان من درست همینجاست. 90 سال پیش بود که غیر رو روی تیر چوب زدی. میدونی فسان، سخت‌ترین چیز تحمل کردن همین خنده ها بود. من متاسفم که تو این کار دست داشتم. مثل اینکه همه چی به خودی خود شروع شد. زمانی که هام و دوست تو بینتای تجارت میکردن، تو فقط مسئول آبگیری انگورها بودی. میدونستم که آب توی شراب میریختم. خوبه که دیگه مست شراب نمیشوند. نه دیدیمانشون نمیشه. هام فکر میکنه تا زمانی که سیل را بیفته مردم دنیا همه بیاین و این کشتی را ببینند. خب میتونن مجسمه کوچیکشو بخرم. این مورد شوخی بردار نیست فسان. واقعا نگاهی به آب دوره کشی بنداز. آب کجاست؟ میفهمم چی میگی، ولی به من بگو، آیا متوجه تغییری در هوا نشده ای؟ بوی مرگ در هوا پراکنده است. واقعا فکر نمی‌کنم. از زمانی که ثروتمند شدم فقط بوی عطر به مشامم میرسه. میدونی مردم الان کشتی رو ستایش میکنن. اونا تو تپه‌های اطراف معابد زیادی ساختند. دنبال خدا میگردن. چرا خدا با اونا صحبت نمیکنه؟ آنها واقعا در جستجوی خدا نیستند. آنها به بتی که ساختند سجده میکنند. بتی که میتوانند به او لگد بزنند. اگر جواب آنها را ندهد، آنها خودشان را میپرستند. دوست من نوح، یکی از خوبی‌های پیر شدن اینه که ایمان به بت‌ها را از دست میدیم. آتش! خاموشش کنید! آتش به سمت کشتی می‌رود. بیا راداتو خیس کن و بیا. خاموشش کن.
فاجعه بزرگی در راه. باید بیشتر مواظب باشیم. میخواهم خندقی در اطراف کشتی بکنیم و با آب پر کنیم تا این حادثه تکرار نشود. احتمال این حادثه را قبلا میدادم، ولی فکر نمی کردم به راستی این اتفاق بیفتد. پدر، ایده عالی هست. حفر یک خندق ایده جالبیه. برو کنار. دقت کردی چقدر مردم برای دیدن کشتی میان؟ باعث خجالت ماست، اما نوح تسلیم نمیشه. همچنان مصمم پای حرف خدا ایستاده. خداوند کی سیل رو میفرسته؟ تا همه رو نابود کنه. فراموش نکن. اولش مشکل بود ولی حالا نه. بعد از شنیدن داستان‌های خشن و پرشرارت این باعث تعجب من شده که هنوز زنده ایم. هم نگهبانی به دور کشتی میذاره. تهدید کردن که اونا رو نابود خواهند کرد. تا به حال به معبد جدید کشتی رفتید؟ معبد کشتی؟ منظورت چیه؟ در اطراف کشتی مذهب جدیدی شروع میشه. کاهن‌ها کشتی‌های چوبی کوچکی ساختن و به عنوان یادگار آن رو به توریستان میفروشن. اونجا مراسم مذهبی اجرا میکنن. منظورت اینه که میخواهند از آمدن سیل جلوگیری کنن؟ نه، به اون اهمیت نمیدن. سیل؟ چه سیلی؟ انگیزه اونا فقط پوله. و شوهر تو هم در میان اونهاست. و آیا نوح این را میداند؟ اشتار، تو حسادت میکنی چون ما میتونیم بهترین لباس و پوزه ها رو داشته باشیم. من برده ها و خادمان دارم. نه عزیز، اصلا به تو حسادت نمی کنم. رفتار و طرز فکرت رو ناخوشایند میدونم. تو نزدیک سقوط به دره بی‌ایمانی هستی. همون چیزی که نوح در موردش گفته. خب خانم باهوش و عالم، قضاوت قلبی رو میکنی که نمیبینی. مواظب باش. من اون عمل تو رو که از قلبت ناشیه، من اون رو محکوم میکنم. من میخوام این صحبت ها قائله پیدا کنه. در غیر این صورت پایان ناخوشایند خواهیم داشت که پشیمان خواهیم شد. اگر مجبور شویم برای مدتی در کشتی به سر بریم، هیچ کدوم بیرون زنده نمیاییم. نگاه کن، به خراشای صورتم نگاه کن. متشکرم. من هم موافقم. نمیخوام هیچ کس راجع به شوهرم بدگویی کنه. هیچ کس. بس دیگه. همه شما باید به خانم محسن احترام بذارید. «969 سال متوشاله فوت کرده است. در کنار پسرش لمک او را دفن کردیم. روحش قرین رحمت باد. حالا ما بعد از فوت لمک و متوشاله چه کار باید بکنیم؟ الان وقتشه. برای 969 سال متوشاله با زندگی عادلانه و شهادت درست دست قضاوت خدا را نگاه داشته بود و حالا که این شاهد رفته است ما هم به زودی خواهیم رفت. پسرانم، به کشتی نگاه کنید و خدا را برای نجاتش شکر کنید. ما به زودی وارد آن خواهیم شد. پدر، شما مطمئنی؟ بله، کاملا مطمئنم. این یک نشانه است. مواظب باش که هیچ کس وارد کشتی یا به آن نزدیک نشود. ما کارهای زیادی داریم و نمیخواهیم کسی مزاحم ما شود. هام، وقتشه به فسام بگویی که مغازه‌اش را تعطیل کند. او راحت میشه. درآمد سیاحتی کم شده حالا که هجان کشتی فرو ریخته. همسرم میپرسه چه چیزهایی با خودمون برداریم. فقط لوازم ضروری. غیر ممکنه.
ما نمیتونیم تمام طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی رو اینجا رها کنیم. ادویه ها و عطریات چطور؟ گفتم که فقط لوازم ضروری. چیزهای نیاز داریم. ما به بذر و ابزار کاشتن و درو کردن نیاز داریم. از اول شروع کنیم پدر. همه حیوانات رو چطور به کشتی ببریم؟ چطور کنترلشون کنیم؟ چی برای خوردن با آنها بدهیم؟ و تمیزکاری کنیم. جای باز نداریم. فقط یک پنجره در بالا. وقتی خدا کار میکند عجیب و خارق‌العاده خواهد بود، فوق تصور برای انسان و ممکن برای خدا. پدر، من و کای میترسیم. این جدید نیست. تنهاش بذار هام. نیاز به رشد داره و باید با واقعیت روبرو شه. در حال حاضر این واقعیت چیه؟ کافیه. همه کمی میترسیم. به شما میگویم شریر در کمین ماست. ما باید مواظب باشیم و نزدیکی کشتی بمانیم. شریر تمام تلاش خود را می کند تا از ورود ما به نجات جلوگیری نماید. ورود ما به کشتی یک واقعیه عجیب و خارق‌العاده است. برای ورود من نیاز به نشانه‌ای از خدای متعال هست، ولی آوردن همسرم یک رویداد خارق‌العاده هست. ممکنه که تو زیاد منتظر نشانه خدا نمانی پسرم، ولی بی‌ایمانی تو باعث شرم توست. اربابم نو. بله. فسام سخت بیماره. اربابم، پدرم بیمار است. مادرت کجاست؟ مادرم به معبد مقدس و کشتی رفته تا برای شفای پدرم دعا کنه. جای تأسفه. کجاست؟ در اینجا. نباید بترسی فسام. شاد باش. اگر حالا بروی از هلاکت نجات خواهی یافت. میدونم اینطور مردن برای من بهتره. دلم برات تنگ میشه دوست من. منم دلم برای تو تنگ میشود و برای صحبت‌های ما و صحبتام. من با تو هم. نو، آیا ممکنه با تو بیام؟ این سوالی است که نیاز به جواب ندارد. خدا حافظ دوست من. پدر، آنها می آیند مثل آن که از آن مطلعند. طبق دستوری که نمیدونیم میان. هام کجاست؟ او بحث میکنه با تیامت. هام ممکن است به خاطر اموالش جان خود را از دست بدهد.
همانطور که کشتی بدون او می رود. پدر شما بدون او میخواید برید؟ شما رو مجبور به کاری نمی کنم. هرچی میخوایی بکن. من میمانم. اینها رو با خود نمیتونم ببرم. ترجیح میدم بمیرم تا آسایش خود رو رها کنم. چه اتفاقیه که برام افتاد؟ تیامت عزیزم، دیدم که حیوانات دارن میان. عجیب ترین چیزیه که تو زندگیم دیدم. همه در یک صف در مقابل کشتی پدرم. پدرم درست میگفت. آنها رو دیدم. احمقانه است. پرستش کنندگان رو در برابر بتخانه دیده ای؟ فکر میکنم آنها هستن که این منظره عجیب را در برابر کشتی به وجود آوردن. پس اینطور هست. خدای آنها بر ضد خدای پدر شما کدام پیروز میشوند؟ در اینجا آبی نمیبینم. میدونم ولی این درست به شکلیه که پدر پیش بینی میکرد. خب تا حدودی به سهم خود کمی میترسم. فراموش کردی آن روز برادرت را مسخره کردی؟ بیا تیامت. نه ها، من نمیام. خب پدر و مادر و برادرهام و همسرهاشون در کشتی هستند. شاید بخوای نظر خودت رو عوض کنی تا که احترامت رو نگه داری. ممکنه. بیا، نمیتونم ترکت کنم. بله مادر. باید برویم. دخالت نکن الفیا. بوی بد حیوانات به مشامم میرسد. اون بوی بد غیر قابل تحمل است. نمیتونم. آیا میایی ها؟ نه بدون همسرم. خب این رو خدا نفرستاده؟ نه. تنهاش بذار. ای بینتای، تو و همه مردم باید زان زنید و خداوند خالق را ستایش کنید و کلام خداوند را با آنچه که در حال وقوع است بپذیرید. من خودم رئیس همه بوتایی هستم که تا الان پرستیدم. من خدایی رو میپرستم که از همه خداها قوی‌تر و بزرگتره. کی اون؟ من بینتای هستم. خودم رو میپرستم. خودم رو تا حالا مایوس نکردم. وقتی خودم رو پرستش میکنم بزرگتر و قوی‌تر میشم. وقتی این اشخاص منو پرستش میکنن من حفظشون میکنم. اون وقت از آرامش خود لذت میبرن و کامیاب میشن. پس من همان را به تو پیشنهاد میکنم. سجده کن و مرا پرستش کن. برو بینتای، وقت زیادی نداریم. فکر نمی کنم کاملا متوجه بشی. من ارباب و فرمانروای عالمم. نه نیستی. حالا چه کار کنیم؟ پدر و مادرم داخل هستن. من با تو نمیرم. ساکت باش تیامت. نه نمیرم. میگویم میریم یعنی میریم. با آنها میرویم. بیا تو. هام اینجا چه کار میکنی؟ همه کارا رو من دارم اداره میکنم. البته
خیلی خوبه. چی؟ مخالفتی نیست؟ چرا؟ بیشتر از همیشه تو کسب و کار خواهی داشت. این یک طرحه. وارد کشتی شده و منتظر سیل میشیم و مردم برمیگردن تا ببینن اینجا چیه. اینجوری جمعیت بیشتری داریم. به این فکر نکرده بودم. تو چه سودی میبری؟ 50% سود را. قبول میکنم. فکر نکن میتونی تقلب کنی. نه، من هرگز چنین فکری نمی کنم. خوبه. کافیه. خیلی کار داریم. بیایید پسرها. خدا، چه اتفاقی داره میاد؟ خدا رو شکر. این چیه پدر؟ چیه؟ اوه خدای من. میدانم همه شما میترسید. من هم میترسم. زمان ترسناکی است. نه از چیزی که اتفاق نمیافتد، بلکه از آنچه در شرف اتفاق است. هر آنچه که میدانیم یا فکرش را کردیم یا خوابش را دیدیم تغییر میکند و شما را برای این تغییر آماده میکنم. چه تغییری یا چه اتفاقی میافتد یک سر الهی است، ولی شما باید به خدا خالق توانای ما و آنچه پدرتان میگوید اعتماد کنید. درسته. این یک معامله است. ما از همون طرحی که فسام و هام دارن استفاده میکنیم. شراب فراوونه. به اندازه کافی الاغ هم داریم. راهنمای راه هم هست. چادرها دارن تمیز میشن و چادرهای نو دارن برقرار میشن. اصل کار و تجارت ما بر اساس بسته شدن در کشتی خواهد بود. این کل کاریه که انجام خواهیم داد. فکر میکنید اونا قادرن توی کشتی با حیوانات چقدر دووم بیارن؟ سپاسگزارم، ولی درک نمی کنم. این یک معامله است. به هر حال من برندم. اگر کشتی شناور بشه در امانم، اگه نشه 50% دریافت میکنم بدون هیچ زحمتی. هام، دل تو با خدا نیست بلکه با این دنیاست که این هم به زودی رفع خواهد شد. گفتم در هر صورت من برنده هستم. هام، تنها یک راه برد وجود خواهد داشت. حتی اگر تو با ما بیایی اینها رو ترک نکرده ای. هام، به پشت سرت نباید نگاه کنی. کاری که خدا میکند دنیا رو عوض خواهد کرد و ما هم باید بخواهیم که تغییر کنیم. چه تغییری؟ چی؟ خدا میخواهد دنیا رو بشوید. شرارت بر همه چیز نشسته است. نگاه کن ببین تای، خودش را میپرستد. چنان غرق خود پرستی خودش هست که حتی جایی برای نور خداوند در وجودش نیست. به همراهان او نگاه کن، او را میپرستند. کسی که جسم است و به خاک برمیگردد. درباره ما چی؟ من با خدا راه میروم، به رحمت و دوستی او میآویزم و تنها کاری که میکنم اطاعت هست. خب اینجا هستم. وقتش رسیده.
خیلی خوبه بنتای. من میتونم مسئول بخش قماربازی باشم؟ ساکت باش خود. مزاحم من نشو. من دارم این سرمایه گذاری رو میچرخونم. تو پسرها برین و مطمئن شید که کارا دارن به خوبی پیش میرن. مواظب باشید که مشکلی پیش نیاد. نمیخوام پولامونو یه وقت دست بدیم. پدر، میتونیم پنجره رو باز کنیم؟ میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. من توصیه نمی کنم. آیا ما میتونیم؟ نمیگویم که نمیتوانی آن را باز کنی، ولی اگر از آنجا به بیرون بیفتیم ما نمیتوانیم در را باز کنیم. اینجا خیلی ساکت است. نمیدونم بیرون چه میگذره. من میتونم تصور کنم. مطمئنم که میتونی. صبر کن. آرزو خواهی کرد نقشی در این میان میداشتی. قسمتی از هیچیه. باور نمی کنی حالا چه دیدم؟ هزاران هزار نفر. پدر، حتی فکرش را هم نمی کنی که با ساختن این کشتی بزرگ چقدر معروف شده ای. بنشین هام. درباره این مشکل صحبت میکنیم. از این کشتی خستم، از این خانواده خستم و از بوی حیوانات. دیگه کافیه تیمت. چه مشکلی؟ مطمئن نیستم بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. میخواهم آماده هر چیزی باشید. هر چیزی ممکن اتفاق بیفته. پدر، چه اتفاقی برای افرادی که بیرونن خواهد افتاد؟ خدا همه چیزی را که انتخاب کرده به کشتی آورده. این کشتی نجات اوست. ما برگزیده شده ایم. من اینو انتخاب نکردم. تو انتخاب شده ای تیامت. حال باید صدای او را بشنوی. پشت دل سنگی تو قلب صافی است که ممکن است دیده نشود. تو چون جرقه‌ای هستی که میتوانی با یک برق نگاه خود تمام کوزه ها را بشکنی. ولی اینها خواهد گذشت وقتی که ببینی چه وقایعی در پیش است. تیامت، از چنگ مرگ نجات یافتی. بیا حیات رو بپذیر. عزیزم، با اونها صبور باش. با نعمتهایی که تو داشتی زندگی نکردن. آنها نمیدونن تو چرا ترک کردی. به ما نگاه کن، ببین ما کجا هستیم. گوش کن چه احمقانه همه شما صحبت میکنید. اینجا جهنمه، لعنت نفرین شدگانه. دیگه نمیتونم تحمل کنم. هفت روز گذشته. 7 روز اونا تونستن بوی بد تمام حیوانات رو تحمل کنن. اونا 7 روز مقاومت کردن. کی برای 8مین روز شب میبنده؟ آسمون بر ما فرود مطمئنا خواهیم بود.
الفیا، من نوح هستم. برخیز. چی شده؟ ساکت، گوش کنید. نمیتونم نفس بکشم. ساکت. پدر خیلی ساکته، کشتی خیلی آرومه. بله، کشتی حرکت نمی کند. صبر کنید، وقتش نیست. وقت بیرون رفتن نیست. کبوتر رو دوباره برای جستجو فرستاده هم. و چی؟ هنوز برنگشته است. این به چه معنیه؟ یعنی ما گم شده ایم. این یعنی در بیرون جای امنی پیدا کرده است. وضعیتمون رو میبینی؟ تمام طلا و نقره و ادویه‌جات حالا به من تعلق دارند. همه چیز از آن ماست. چه فایده ای داره؟ دیگر خریدار فروشنده ای باقی نمونده. بیفایده است. خواهی دید. کافیه. دیگه بسه. نزدیک در بیایید. نوح و خانواده‌اش به مدت 1 سال و 17 روز در کشتی به سر بردند. اینکه چطور این مدت را با آن همه حیوانات به سر بردند سری است که تنها خدا از آن اطلاع دارد. اما خداوند نسبت به انجام دادن وعده خود وفادار بود و کشتی بر قله کوه آرارات بر خشکی قرار گرفت. بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنید، زیرا که خیال دل انسان از طفولیت بد است. این است نشان عهدی که من می‌بندم در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند، نسلاً بعد از نسل تا به ابد. قوس خود را در ابر می‌گذارم و نشان آن عهدی که در میان من و جهان است خواهد بود. و بعد از این دیگر طوفانی که زمین را خراب کند نخواهد بود و هر جنبنده‌ای که زندگی دارد برای شما طعام باشد. همه را چون علف سبز به شما دادم، اما گوشت را با جان یعنی با خون آن نخورید. نوح، تو و خانواده‌ات بارور و کثیر شوید و در روی زمین زیاد شوید و هر که خون انسان ریزد خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. ای خدا، باری امروز از تو سپاسگزاریم که ما را از غضب حفظ کردی و به ما رحمت خود نشان دادی. تو خالق ما هستی. روزهای ما در دستهای توست.